خب به نام خدا، با درس مدارک در خدمتتون هستم. بعد توی اون کانال تلگرامی که t.me/circuit_theory_i که همون یک باشه میتونید عضو بشید. بعد تمام چیزها رو من دیگه پرینت نمیگیرم مثل قبل که تو مصرف کاغذ صرفه جویی بشه. این میشه همون کاری که ما میخوایم انجام بدیم. خب کلاس ها این است، فقط چیزی که مهمه اون تعداد میان ترم هست و کویزایی که ما هر شنبه میگیریم. اوکی، بقیه‌اش هم که تاریخ های میان ترم میتونم، یکی پنجشنبه 24 اسفند، باز پنجشنبه 13 اردیبهشت و پنجشنبه در خرداد. اوکی، بعد کتابی هم که خدمتتون معرفی کردم، این کتابه. این کتاب ادیشن 11 توی اینترنت هست، میتونید پی دی اف شو دانلود کنید. خیلی هم خوبه، خیلی هم خوندنش سخت نیست، این انگلیسیش آسونه. اینو از اینترنت میتونید دانلود کنید. اما ببینید میخوایم چیکار کنیم. درست شد جان؟ توی همون چیز نوشتم بیسیک انجینیرینگ سرکیت آنالیسیس، پایین براتون نوشتم توی قسمت منابع. من هر قسمت از درس از یک کتابی میگم، بعد بهتون میگم که اینو دارم از کدوم قسمت از چی دارم میگم. اوکی، مشکل نداریم که. خب ما برای یک درس مدارکی شروع کنیم. اولین کاری که باید انجام بدیم اینه که بیایم یه سری مفاهیم با هم دیگه مرور کنیم، ببینیم که با چی سر و کار داریم. اولین مفهومی که تو مدارک بحث میشه مفهوم ولتاژ هست، اختلاف ولتاژ. اگه یادتون باشه من یه سری بزنم به فیزیک 2. ما میگفتیم اگه ما یه میدان الکتریکی داشته باشیم که این میدان الکتریکی ما رو یه چیزی درست میکرد، من کاری بهش ندارم. اوکی، وقتی من این میدان الکتریکی داشته باشم، این میدان الکتریکی به بار نیرو وارد میکنه. درست شد؟ یعنی اگه من یه کیو داشته باشم تو نقطه A تو نقطه B، دقت کنید، اگه من بخوام تو نقطه A این کیو رو بردارم ببرم تو نقطه B، چه کار باید بکنم؟ بعد یه مقدار انرژی مصرف کنم که این بار از نقطه A بیارم تو نقطه B. پس من یک انرژی که یک کمیت اسکالر تو نقطه A دارم، یه انرژی یا همون WB تو نقطه B دارم. درست شد؟ پس وقتی من این بار رو برمی‌دارم از A میارم B، یه مقدار انرژی چی میشه؟ دارم مصرف میکنم. این انرژی کجا ذخیره میشه؟ بار اگه تو نقطه B ولش کنم، پیچش نکنم، چه اتفاقی میفته؟ برگرد میاد جا A. اگه از A ولش کنم کجا میره؟ میره به یه جایی برسه که اصلا هیچ نیرویی بهش وارد نشه. این نیروی چیه؟ نیروی الکتریکیه. درست شد؟ ما یه تعریف توی فیزیک الکتریسیته داشتیم به این شکل: وی A منهای وی B برابر است با انتگرال E دات DL از نقطه A تا نقطه B. درست شد؟ این چی میگه به من؟ میگه اگه شما از نقطه A تا B حرکت کنی و E دات DL هم صفر نباشه، باعث میشه چه اتفاقی بیفته؟ پتانسیل تو نقطه A با پتانسیل تو نقطه B چیکار کنه؟ فرق کنه. خب من دنبال یه چیز دیگه میگردم، من اصلا کاری به ریاضیش ندارم. من میخوام ببینم وقتی میگیم که اختلاف ولتاژ بین نقطه A و B یکی یعنی چی؟ درست شد؟ خب برای که این مفهوم بهتر بفهمم، من میدونم که F E میدان الکتریکی میشه F تقسیم بر Q. در واقع میدان الکتریکی از جنس نیروی وارد بر واحد بار. درست شد؟ این اگه بردارم بذارم داخل این انتگرال، این برابر میشه با انتگرال F تقسیم بر Q دات DL. این Q رو هم بردارم تو اینجا ضرب کنم، Q در V A منهای V B برابر میشه با انتگرال از A تا B F دات DL. بچه انتگرال F دات DL از چه جنسی بود؟ انرژی بود دیگه. درست شد؟ خب میشه WB منهای WA. پس به من بگید V A منهای V B چیه؟ به نظر شما؟ V A منهای V B میشه WB منهای WA تقسیم بر Q. اختلاف ولتاژ چیه؟ به من بگید. میشه مقدار انرژی که من باید صرف کنم از نقطه A برم نقطه B برای چی؟ برای 1 کولوم بار.
درست شد؟ پس وقتی که من میگم نقطه 1 ولت، نقطه آ نقطه بی هم هست 2 ولت، چقدر اختلاف ولتاژ بین این دو تا هست؟ 1 ولت. یعنی چی؟ یعنی اگه من بخوام بار کیو رو از اینجا بلندش کنم بیارمش اینجا، باید چیکار کنم؟ کیو ضرب داره چقدر؟ 2/1 ژول بعد انرژی چیکار کنم؟ مصرف. درست شد؟ پس در واقع اختلاف ولتاژ نشون دهنده چی بچه‌ها؟ میزان کاری که بین دو نقطه اتفاق میفته. خب یه سوال بپرسم، به نظر شما اختلاف ولتاژ میتونه فقط برای یه نقطه تعریف بشه؟ میتونه تعریف بشه یا نه؟ الان لاکه قدم من این قدر، الان میشه یه قدر. چه اتفاقی افتاد؟ عوض شد دیگه. درست شد؟ اختلاف ولتاژ یک کمیت نسبیه. میگیم ولتاژ آ منهای ولتاژ بی. دارم ولتاژ آ رو نسبت به کدوم نقطه میسنجم؟ بی میسنجم. دقت کنید. الان این ماژیکی که دست منه، این ماژیکی که اینجا دست منه، درست شد؟ اینجاست. درست شد؟ فرض کنیم کف زمین باشه، من اینو میارم بالا، چه اتفاقی میفته؟ یه مقدار انرژی پتانسیل توی چی میشه؟ ذخیره میشه. من الان این انرژی پتانسیل ایجا رو با کجا مقایسه میکنم؟ با انرژی پتانسیل کف دستم. درست شد؟ اگه اینو ول کنم چه اتفاقی میفته؟ باز میاد پایین، انرژی پتانسیلش میشه انرژی جنبشی. پس عملا من بعد انرژی رو یک جایی رو نسبت به یک جای دیگه چیکار کنم؟ مقایسه کنم. اختلاف پتانسیل هم به همین شکله. چرا؟ اجازه بدید من تخته پاک کنم، یه مثال بهتر بزنم خدمتتون تا بیایم با هم دیگه بحث کنیم. برمیگردیم به فیزیک الکتریسیته. فرض کنیم یه سری کیو داریم اینجا. این کیو ها چی درست میکنن بچه‌ها؟ یه میدان الکتریکی که این میدان الکتریکی تو کجا صفره؟ تو بی‌نهایت. درست شد؟ من یه بار آزمون، یه بار کیو صفر برمی‌دارم. من دوست دارم به من بگین وقتی من اینجوری حرکت میدم چه اتفاقی میفته؟ تو کیو صفر هیچ نیرویی به این وارد نمیشه، سر جا خودش. من اینو برمی‌دارم از این نقطه 1 برش می‌دارم میارمش تو نقطه 2. چه اتفاقی میفته؟ من بعد یه مقدار انرژی صرف کنم، این کیو صفر رو برخلاف میدان الکتریکی چیکار کنم؟ هر جابجاش کنم بیارمش اینجا. درست شد؟ اگه اینو ول کنم چه اتفاقی میفته؟ برمیاد سر جاش. درست شد؟ یعنی انرژی کجا ذخیره میشه بچه‌ها؟ درست شد؟ پس یه نوع انرژی پتانسیل نیست، اسمش چی میذاریم؟ یعنی انرژی الکتریکی دیگه. درست شد؟ نقطه 1 هیچ نیروی بهش وارد نمیشه. درست شد؟ من برش میارم تو نقطه 2. درست شد؟ چه نوع به همین خاطر به این میگیم اختلاف پتانسیل. یعنی چی؟ وقتی این نقطه مثلا اختلاف پتانسیلش 10 ولته یعنی چی بچه‌ها؟ یعنی برای یک کولوم بار چقدر اینجا انرژی توش ذخیره شده؟ 10 ژول. درست شد؟ خب اگه اینجا 8 ولت باشه به من بگی اینجا چه اتفاقی افتاده؟ اینجا 2 ژول انرژی من مصرف کردم، این از جا برداشتم گذاشتم چی؟ اینجا. اگه اینجا از جا ورش دارم چه اتفاقی میفته؟ 2 ژول انرژی آزاد میشه، برمیگرده سر جای خودش. همینجا یه صحبتی من میکنم، من میگم انرژی الکتریکی پایستاره. یعنی چی بچه‌ها؟ خب یعنی که یادتون باشه اگه از این نقطه حرکت کنم، برم دور بزنم، برگردم، برم هر که دوست دارم، برگردم سر جا خودم، انرژی هیچ فرقی نکرده. این میشه پایستار بودن انرژی. درست شد؟ اوکی. پس این میشه مفهوم اختلاف ولتاژ. حالا خوب گوش بدید، من یه سوال ازتون بپرسم. فرض کنید شما یه باتری رفتین پول دادین خریدین. خوب به من دقت کنید. یه باتری قلمی روش نوشته 1.5 ولت. به من یه توضیح میدین یعنی چی؟ چی انرژی میده؟ خب نه، یعنی این پیل الکتروشیمیایی که من دارم میاد انرژی شیمیایی رو چیکار میکنه؟ تبدیل میکنه به چی؟ انرژی الکتریکی. بار رو برخلاف میدان الکتریکی داخلی چیکار میکنه؟
برمی‌داریم اینجا که چه اتفاقی میفته. این نقطه نسبت به این نقطه چی داره بچه‌ها؟ 1.5 ولت اختلاف ولتاژ داره. درست شد؟ الان نکن این بار این میاد انرژی مصرف میکنه. الان این باری که من دارم جابجا میکنم انرژی از کجا میگیره؟ از من میگیره. این پیل الکتروشیمیایی انرژی از کجا میگیره؟ از اون منبع الکتروشیمیاییش. این بار از این نقطه برمی‌داره میاره اینجا. درست شد؟ اینجا نسبت به اینجا چقدر اختلاف ولتاژ داره؟ 2 ولت اختلاف ولتاژ. خب این میشه مفهوم اختلاف ولتاژ. ما همیشه بعد ولتاژ چی ببینیم بچه‌ها؟ نسبی ببینیم. قبول دارین؟ یه جایی نسبت به اینجا. چرا؟ چون پتانسیل دیگه، پتانسیل یه نقطه نسبت به یه نقطه چیه؟ بیشتره. پتانسیل یه نقطه نسبت به یه نقطه دیگه چیه؟ کمتره. همه چیز رو باید با یه چیزی بسنجیم. خب این اختلاف ولتاژ، این اولی کمیت معرفی کردیم که اینو قبلا میدونستیم. من فقط برای یادآوری خدمتتون اینو گفتم. خیلی هم بهتر میدونستیم. بیایم سراغ جریان. مثلا جریان چی میشه؟ جریان برابر است با آی تی توی فیزیک. دی کیوی تی به دی تی. تغییرات بار الکتریکی نسبت به چی؟ زمان. بچه‌ها وقتی من میگم 1 آمپر جریان دارم یعنی چی؟ یعنی توی دلتا تی چقدر بار از این سطح، این سیم منه، این فرض کنیم سیم باشه. درست شد؟ بار چجوری حرکت میکنه؟ بار از این سطح مقطع شروع میکنه حرکت کردن. وقتی میگم 1 آمپر جریان دارم یعنی چی؟ یعنی توی یه دلتا تی چقدر بار از جا رد شده؟ دلتا تی ضرب داره 1. پس جریان میشه آهنگ تغییرات بار الکتریکی نسبت به زمان. درست شد؟ اوکی. هرچی جریان بیشتر باشه یعنی نرخ تغییرات کیو چیه؟ بزرگتر. درست شد؟ پس ما تا الان چند تا پارامتر داشتیم. کیویتی که بود بار الکتریکی، کمیت جریان الکتریکی، کمیت ویتی پتانسیل الکتریکی. اوکی، این سه تا کمیت تعریف کرد. خب حالا خوب گوش بدین به من. میایم سراغ قوانین درس مدار. درست شد؟ ببینیم قوانین درس مدار چی میگن. اوکی. خب اجازه بدید من یه چیز دیگه هم بهتون معرفی کنم. خوب به من گوش بدید. من یه چیز دیگه هم در تکمیل این حرفا بگم بعد برم سراغ چیز دیگه. فرض کنین که من یه المان دارم. درست شد؟ این مثبت منفی V برابر است با 2 ولت. الان این رو هم بخونید بچه یعنی چی؟ وقتی میگم مثبت منفی 2 ولت یعنی چی؟ یعنی پتانسیل این نقطه 2 باید از این چیه؟ بیشتره. ولی من نمیتونم بگم این چنده. یعنی اگه این 12 باشه چنده؟ 10. اگه این 5 باشه چنده؟ 3. اگه این 0 باشه چنده؟ منفی 2. من فقط میدونم که این 2 باید از این چیه؟ بیشتره. نمیدونم ولی مقدار دقیقش چنده. درست شد؟ خب این از این خوب گوش بدید. من الان اگه بخوام یه بار 1 کولونی رو بردارم از اینجا بیارم اینجا باید چی کار کنم؟ به من بگید. بعد 2 جول انرژی مصرف کنم. اوکی؟ این میشه از چیزی که ما میدونیم. فرض کنیم ولتاژ اینجا مقدار ثابتی داشته باشه برابر با V باشه. اگه من بخوام دی کیو رو از اینجا بردارم بیارم اینجا چقدر کار انجام دادم؟ V در دی کیو که میگیم دی دبلیو. درست شد؟ پس ولتاژ میشه دی دبلیو تقسیم بر دی کیو. قبوله؟ اختلاف ولتاژ میشه مقدار جزئی انرژی که من مصرف میکنم نسبت به چی بچه‌ها؟ اون باری که داره جابجا میشه. اوکی؟ این از این V برابر است با دی دبلیو تقسیم بر دی کیو. خب از طرف دیگه داریم آی تی برابر است با دی کیو به دی تی.